آقای میثاقی توی برنامه‌تون صحبت‌های کارتال که گفته بود اخراج علیشاه که درست بود رو پخش نکردی. حرکت زشت پیرانبانی رو پخش نکردی. فحشای علیشاه به داورا هم نه حرف زدی نه پخش کردی. اختلاف علیشاه با کارتال هم چیزی نگفتی و پخش نکردی. حرفای رئیس باشگاه تراکتورم اصلا نشون ندادی و حرفی نزدی، ولی به جاش تا تونستی به بازیکن سپاهان تیکه انداختی. برد سپاهانو گفتی مهم نیست چون از آسیا حذف شده. سپاهانم که تا دلت بخواد مسخره کرد. بعد اومدی به حسینی و چشمی ما تیکه انداختی. بازم چون حرفی نداشتی رفتی پای موسیمانه کشیدی وسط که چرا پول گرفته. انگار گالیدا مجانی کار کرده. بعدم حرف خنده‌داری زدی. استقلال این فصل 3 مربی عوض کرده. انگار پیروزی 3 مربی عوض نکرده. بعدم سرپرست استقلال آوردی رو خط تا تونستی مسخرش کردی. متاسفم برات. ببین چقدر حرف داشتی واسه رسانه میلیت اما نزدی. پول چه کارا به آدم میکنه. حقم داری یا سخت والا توی یه هفته از 2 جامپ بزننت کنار. به نظر من مدیران استقلال، سپاهان و تراکتور با هم متحد بشن جلوی این برنامه رو بگیرن. آبش هم بدم میثاقی بخیر. کی رو که دیگه